فیلم در مورد یک کشوریه که زن سالاری توش حاکمه. مردا باید روسری بذارن، زنا به مردا تجاوز میکنن و مردهاشون اگه زیاده روی کنن بدکاره به حساب میان و کلی امتیاز دیگه واسه زنا و سرکوب واسه مردا. به کانال فیلم روز خوش اومدید. سابسکرایب کنید تا بریم ادامه داستان رو ببینیم. فیلم در کشور توتالیتر مادر سالارانه‌ای به نام بوبونیا اتفاق میفته. در بوبونیا نقش زنان و مردان کاملا برعکسه، تا جایی که جمعیت مردان از هر گونه حقوق مدنی از جمله کار، تحصیل، خدمت سربازی، آزادی ازدواج و غیره محرومن. مردا برای پوشوندن خودشون از روسری و حجاب استفاده میکنن، در حالی که زنان مجاز به پوشیدن شلوار و پیراهن هستن. این کشور چندین دهه است که توسط خانواده ژنرال زن بیرحمی رهبری میشه. علاوه بر این پست های مهم در سیاست، تجارت و ارتش همه در اختیار زنانه، در حالی که از مردان انتظار میره همه کارهای خونه را انجام بدن و برای لذت زنان زیبا به نظر برسن. در سکانس آغازین با مرد جوان خوشتیپی به اسم جکی آشنا میشیم که از دختر ژنرال و رهبر آینده ایالت کلونس خوشش میاد. تلویزیون مراسمی رو به صورت زنده از کاخ گرند مشری نشون میده. این رویداد توسط ژنرال برگزار میشه تا چیز مهمی رو به مردم اعلام کنه و همچنین جنایتکاران مرد رو اعدام کنه. قبل از مراسم 2 اسب سفید طبق سنت پرستش میشن، چون که در کشور مقدس تلقی میشن. بعدش وزرای محترم ملت که همگی زن هستن معرفی میشن. سرانجام کلونس و ژنرال در مقابل جمعیت تشویق کننده ظاهر میشن. کلونس واجد شرایط ترین کارشناس شهره و همه اونو دوست دارن، در حالی که مادرش و فرمانروای ژنرال خیلی سختگیره و همه از اون میترسن. جکی موقع تماشای برنامه در تلویزیون کارهای خونه رو انجام میده. درست همون لحظه مادرش خسته از کار برمیگرده و جکی به کارهاش رسیدگی میکنه و هر دو حین صحبت نمایش رو تماشا میکنن. مادرش میگه که 4 دختر از شهر از اون اجازه خواستن تا با پسرش ازدواج کنه. واضحه که جکی به خاطر زیباییش در بین دخترهای شهر محبوبه. اونا هر روز انقدر به اون توجه و علاقه نشون میدن تا جایی که احساس میکنه مورد تعرض قرار گرفته. اگرچه اون میتونه هر دختری رو که دوست داره به دست بیاره، اما اون فقط کلونس رو دوست داره و آرزو میکنه روزی با اون ازدواج کنه. در برنامه مجرمان در مقابل جمعیت تشویق کننده دار زده میشن. در بوبونیا تنها منبع تغذیه یه ماده سفید رنگ چسبنده است که از لوله های بیرون میاد که اسمش پیسته یا همون خمیر. بعد ژنرال سخنرانی میکنه و درباره اهمیت پیست صحبت میکنه. اون همچنین اعلام میکنه که میخواد از سمت خودش استعفا بده و مسئولیت رو به کلونس بده. اما طبق سنت کلونس باید قبل از تصاحب تاج و تخت ازدواج کنه. اون اعلام میکنه که همه مردان کشور باید برای شانس ازدواج با کلونس و تبدیل شدن به آدم بزرگ با هم رقابت کنن. اون سخنرانی رو با دعوت از هر مردی در مسابقه بوبونری گرند باز تموم میکنه. جکی از این اطلاعیه خیلی خوشحال میشه، با خوشحالی بیرون میدوه و مثل همه مردهای دیگه در کشور رقص و شادی میکنه. سر راهش گروهی از مردان رو میبینه که در مقابل اسبی در مسیر راه دعا میکنن تا اونا رو به آدم بزرگ تبدیل کنه. اون هم بهشون ملحق میشه و دعا میکنه. یکی از مردها پسرعموی جکیه به اسم ویرجیو که ادعا میکنه که اسب با اون صحبت کرده و گفته که اون آدم بزرگ خواهد بود. جکی اونو صدا میکنه و میگه که دروغگویی کفرگویی بزرگیه. همونطور که اونا با هم صحبت میکنن، بعضی از دخترای نوجوان در همون اطراف جکی رو صدا میکنن و در مورد اینکه چه کسی قراره باهاش ازدواج کنه بحث میکنن. بعد از اون جکی، ویرجیو و برادرش به یه لباس فروشی میرن تا حجاب‌هایی رو برای مسابقه گرند بوبونری بال بخرن. والدین ویرجیو برخلاف مادر جکی ثروتمند هستن. اونا جکی رو مسخره میکنن که نمیتونه یه روبند خوب بخره. دختر فروشنده هم که تو کوکش هست و ازش خوشش اومده میگه که اون تو همه اونا خوش‌تیپ ترینه و هر شب اونو توی تختش تصور میکنه. جکی که معذب میشه و احساس ناراحتی میکنه، دقیقاً مثل دخترایی که بهشون مطلق میگن، شروع به صحبت با صاحب مغازه میکنه، اما اون هم ازش میخواد که با دخترش ازدواج کنه. جکی تو خونه شعر مینویسه که برای جنسیت اون غیر معموله، در حالی که برادرش جولین با زنی توی اتاق دیگه مشغول خوشگذرونی هستن. جولین یه فاحشه یا بدکار است که آرزوش اینه که یه روز از این کشور
بره. به اون گفتن که مردم کشورهای دیگه مجاز به رقصیدن، خوندن و خوردن غذاهای غیر از پیست هستن. علاوه بر این اون معتقده که پدرشون گنجی رو در جایی پنهان کرده که به زودی اون رو پیدا خواهند کرد. اون از برادرش میخواد که بهش کمک کنه، اما جکی میگه که دلایل کافی برای موندن توی کشور رو داره. روز بعد جکی و مادرش برای خرید بلیت گرند بوبونری بال میرن، اما با معترضانی که در بیرون گیشه بلیط هستن مواجه میشن. معلوم میشه که مردانی که تمایل به تبدیل شدن به آدم بزرگ دارن باید 40,000 یوب بدن که اکثر مردان نمیتونن بپردازن چون در فقر زندگی میکنن. عموی جکی و خانواده‌اش بعد از خرید بلیط قرمز روشن بیرون میان. اونا مادرش رو به خاطر فقیر بودن مسخره میکنن و درباره اینکه ویرجیو چطور با کلونس ازدواج میکنه به خودشون میبالن. جکی به خونه برمیگرده و تو تختش گریه میکنه. بعد از اون پلیس رو به خونه‌شون میاره و برادرش جولین رو متهم میکنه که پولش رو پس نمیده. اون معتقد پدرشون گنجی رو براشون گذاشته که جولین اونو بهش نمیده و ازش مخفیش کرده. وقتی پلیس خونه رو میگرده گنجی پیدا نمیکنه به جز مجله خارجی که در کشور ممنوعه، دیگه چیزی پیدا نمیکنن و در کمال تعجب جکی چون جولین صاحب مجله است دستگیر میشه. اون از مادرش عذرخواهی میکنه و میگه که چنین قصدی نداشته اما الان دیگه خیلی دیر شده. با این حال وقتی کلانتر به اون یه بلیت رایگان برای رفتن به برنامه میده به خاطر گزارش دادن برادرش، احساس گناهش به شادی تبدیل میشه. روز بعد اون به لباس فروشی میره تا برای خودش لباسی تهیه کنه. موقع برگشت آمبولانس میبینه که مادرش رو به بیمارستان میبرن. جکی به سرعت به سمت مادرش میره و متوجه میشه که اون لیس خورده و گردنش شکسته. اون برای آخرین بار باهاش خداحافظی میکنه و میمیره. بعد از حادثه جکی با خانواده عموش که از اون متنفرن زندگی میکنه. با اون مثل یه خدمتکار رفتار میکنن. اونو مجبور میکنن تا ساعتها پیست رو آماده کنه و بعد اونو دور میریزن و میگن به اندازه کافی له نشده. یه روز میشنوه که در مورد فرار جولین از زندان صحبت میکنن و تصور میکنن که اون زمانی که خونش سوخته مرده. جکی شوکه میشه چون میدونه که دیگه کسی رو نداره. اون در مغازه به دختر فروشنده درباره مشکلاتش میگه. دختری که مجذوب شده در ازای بردنش به برنامه گرند بال بهش پیشنهاد رابطه جنسی میده. با این حال وقتی که در حال انجام کارشون بودن عموی جکی مچشون رو میگیره. بعد از بازرسی و گشتن اون بلیت جکی برای حضور در گرند بال رو پیدا میکنن و تصمیم میگیرن اونو به برادر کوچیک ویرجیو بدن. جکی ناامیدانه گریه میکنه و تنها فرصت زندگی خوب رو از دست میده. ویرجیو و برادرش با لباسهای زیبا آماده میشن تا در نهایت به برنامه گرند بال برن. جکی با اکراه و بی‌علاقگی بهشون کمک میکنه تا آماده بشن، دقیقاً مثل سیندرلا و خواهرش. یک روز قبل همه شرکت کنندگان با لباسهای زیبا به کاخ میرسن و این رویداد در سراسر کشور از تلویزیون پخش میشه. جکی تو خونه است و گریه میکنه که میشنوه کسی بهش میگه که فرار کن. اون معتقده این اسب مقدسه که صحبت میکنه و موفق میشه فرار کنه. دقیقاً مثل فرشته سیندرلا. بعد از مدتی دویدن زیر بارون، سه زن اونو متوقف میکنن و ازش میپرسن که چرا بیرونه. با سوء استفاده از موقعیت پسر بیچاره به اون دست درازی میکنن. درست همون لحظه جولین ناگهان ظاهر میشه و زنها رو میکشه تا برادرش رو نجات بده. اون ادعا میکنه که با نگهبانا ارتباط جنسی داشته و خودش رو از زندان آزاد کرده. اون از اون موقع توی جنگل زندگی میکنه و مشغول پرورش گیاهانه. جولین بعدش مزرعه شلغم رو بهش نشون میده و ثابت میکنه که پیست تنها چیزی نیست که انسان‌ها میتونن بخورن و ژنرال به همه دروغ گفته. برنامه جولین اینه که شلغم رو بفروشه و پول کافی برای خرید پاسپورت و خروج از کشور به دست بیاره. اون جکی رو هم توی برنامه‌هاش گنجونده. اون دوتا لباس زنانه میپوشن و کلاه گیس میذارن تا خودشونو شبیه زنها کنن. جولین همچنین فاش میکنه که پدرشون یه شورشی بوده که خواستار حقوق برابر برای مردان بود. اونا یه جنبش مخفی برای حقوق مردها به اسم منینیسم به وجود آوردن، اما به خاطر کارهاش اعدام شد. اونا سوار بر اسب میشن و برای فروش شلغم راهی قصر میشن. اونا با یه افسر بالاتر آشنا میشن که اتفاقا راز جولین رو میدونه و ازش درخواست ارتباط جنسی میکنه. جکی بیرون فرستاده میشه تا در کاخ پرسه بزنه و در نهایت به گرند بال میرسه. چند مرد بی‌صبرانه منتظر ورود کلونس هستن. چند دقیقه بعد کلونس و ژنرال وارد میشن. جکی از زیبایی کلونس زبونش بند اومده.
همونطور که اون در بین جمعیت به مردها نگاه میکنه، چشماش به جکی میفته که هنوز مثل زنها لباس پوشیده. اونا با هم چشم تو چشم میشن، اما جکی آشفته و دست باچه نگاه میکنه و نگاهش رو میدزده. بعد مردا اونو احاطه میکنن و سعی میکنن ثابت کنن که مطیع و تحت فرمان هستن و از این رو واجد شرایط تبدیل شدن به آدم بزرگ هستن. در همین حال عموش و پسر کوچیکترش به جکی نزدیک میشن و اونو با یه دختر اشتباه میگیرن و ازش میخوان که با پسر کوچیکتر ازدواج کنه. جکی اونا رو دور میکنه و به سمت کلونس میره. به نظر میرسه که کلونس هم بهش علاقه‌منده، حتی با وجود علاقه به پوشیدن لباس زنانه. اون خودش رو به عنوان ژاکلین معرفی میکنه و به اتاق خصوصی اون دعوت میشه. اونجا جکی و کلونس برای مدت طولانی درباره چیزهای مختلف صحبت میکنن و اون بهش میگه که میخواد نویسنده باشه تا رهبر، اما مادرش بهش اجازه نمیده و همچنین توضیح میده که برنامه فقط یک طنز برای کسب درآمد و قراره که با یه ستاره سینما ازدواج کنه. و بعد بهش هویج میده تا بخوره و میگه که خمیر فقط برای افراد فقیره. و همونطور که اون دو صحبت میکنن، کلونس شروع به نزدیک شدن به جکی میکنه که شروع کننده یه رابطه جنسیه. اما با اومدن ژنرال که ازش میخواد به مراسم برگرده ناراحت میشن و حالا آدم بزرگ در شرف اعلامه. ناگهان عموی جکی اون رو در بین جمعیت میشناسه و بهش حمله میکنه و کلاهگیسش رو برمیداره و اون عشق خودش رو به عنوان یه مرد به کلونس اعلام میکنه. اما ژنرال گارد امنیتی رو دنبال اون میفرسته و تعقیب و گریز در کاخ در جریانه. جکی در نهایت به اتاق مخفی با چندین لوله میرسه. بعد از بررسی متوجه میشه خمیری که مصرف میکنن مدفوع بازیافتی انسانه که با ویتامین ها مخلوط شده. ژنرال از اون خمیر به عنوان هدیه‌ای به ملت سخنرانی میکرد، اما در حقیقت اون فقرا رو با مدفوع خودش تغذیه میکرد. بعد از فهمیدن این موضوع، جکی دکمه‌ای در کنترل پنل فشار میده که باعث میشه مدفوع بدون فیلتر وارد لوله های آب بشه و حالا کل کشور دارای مدفوع منزجر کننده مخلوط با آبه. کلونس روی تختش خوابیده. وقتی صداهای از زیر تخت میشنوه، جکی رو اونجا پیدا میکنه و انگیزه واقعی اون رو میپرسه. اون به عشقش اعتراف میکنه و هر دو شب رو با هم میگذرونن. صبح اون انبوهی از مردان رو در خارج از کاخ بهش نشون میده. از اونجایی که اون حقیقت رو در مورد خمیر فاش کرده، کل کشور معتقدن که جکی یک قهرمانه. با این حال ژنرال با این نظر و دیدگاه موافق نیست. بنابراین اون و کلونس در رخت خواب هستن که نگهبان اون رو دستگیر میکنن و به زندان میندازن. ژنرال به ملاقات اون در زندان میره و بهش پیشنهاد زندگی و ازدواج با دخترش رو میده در ازای همکاری اون در جلوگیری از شورش. جکی این پیشنهاد رو قبول میکنه، اما اون سعی میکنه زبانش رو قطع کنه و بهش میگه که خیلی چیزا رو میدونه. اما قبل اینکه بتونه بهش آسیب برسونه، کلونس اونو تا حد مرگ خفه میکنه. بعد از اون عاشقان جدید دوباره به هم میرسن و همون میبوسن. اونا با هم مرزهای بوبانیا رو باز میکنن و دموکراسی رو در کشور برقرار میکنن. جکی مدارس رو برای پسران باز میکنه و به سراسر دنیا سفر میکنه. کشاورزی رو احیا میکنن، به مردم غذاهای سبز داده میشه، نه مدفوع. در آخرین صحنه، زمانی که کلونس و جکی قرار رسما ازدواج کنن، اونا اعلام میکنن که دیگه نمیخوان از مردم رازی رو پنهون کنن و جلوی جمعیت برهنه میشن. نشون میده که کلونس در واقع یه مرده و در واقع اونا به تازگی وارد ازدواج همجنسگرایان شدن. معلوم میشه که ژنرال علیرغم سالها تلاش دختری نداشت، بنابراین میخواست آخرین فرزندش با اینکه مرد بود رهبر ایالت بشه. فیلم با زنی از میان جمعیت به پایان میرسه که فریاد میزنه کفرگویی.